مرد بیسوادی قرآن میخونه ولی معنی قرآن رو نمیفهمید. روزی پسرش از او پرسید چه فایده‌ای داره قرآن میخونی بدون اینکه معنی اون رو بفهمی؟ پدر گفت پسرم سبدی بگیر و از آب دریا پر کن و برایم بیاور. پسر گفت غیر ممکن است که آب در سبد باقی بماند. پدر گفت امتحان کن. پسر سبدی که در آن زغال میگذاشتند گرفت و به طرف دریا رفت. سبد را زیر آب زد و به سرعت به طرف پدرش دوید، ولی همه آبها از سبد ریخت و هیچ آبی در سبد باقی نماند. پسر به پدرش گفت که هیچ فایده‌ای ندارد. پدرش گفت دوباره امتحان کن. پسر دوباره امتحان کرد ولی موفق نشد که آب را برای پدر بیاورد. برای بار سوم و چهارم هم امتحان کرد تا اینکه خسته شد و به پدرش گفت که غیر ممکن است. پدر با لبخند به پسرش گفت سبد قبلا چطور بود؟ پسرک متوجه شد سبد که از باقی مانده های زغال کثیف و سیاه بود الان کاملا پاک و تمیز شده است. پدر گفت این حداقل کاری است که قرآن برای قلبت انجام می‌دهد. با لایکاتون از این داستان‌ها حمایت